سال 2019 فرا رسید و ساکنان تاجیکستان خراجات سال نوی را حساب میکنند. تنها دسترخوان ایدانه ساکنان شهر دوشنبه به حساب میانه معادل $150 مصارف داشته است. ساکنان میگویند چون این جشن سال یک بار است از این خاطر خرسنده کردند. خورد و خوراک ما همین 1500 сомони вай кардаем, صرف кардаем. О суммах я бы не хотел говорить. Все достаточно скромно. Примерно так. اتک 1000 زیاد خرید کردیم، خرسندی کردیم. 6 ساله 1200 سومان کار کردم، همین 100 زخم پشالی 1500 سومانی خرید کردیم. عموما چیزی که من میخواستم همون شد. ساکنان دوشنبه به خاطر کم خرج بودن سال نو را اساساً در خانه تجلیل کردند. ضمناً قبل از عید نرخ میوه و شیرینی ها از 10 تا 20% بلند شد. تجلیل سال نو در طربخانه از این هم قیمت تر می شد. حدوداً از 20 تا $40 برای یک نفر. 9 سپتامبر روز استقلالیت است. همین بلندشوی نرخ‌ها یا گیم که عید رمضان قربان ده همین بالاروی نرخ امسال نرخ‌های خوراک چی باشد لباسا بلندروی هم بالای بلندروی همین نرخ به نظر میرسد. Провели так по-семейному, по-домашнему, просто с семьей, с женой посидели. چه زور است. شرایط خیلی کم خیلی چه زور است. فرزندو چی مونه روشیدن. در تاجیکستان نه همه سال نو را جشن میگیرند. بعضی ها آن را همچون جشن نصرانی ها نام میبرند و برای دین اسلام بیگانه میدانند. تعداد دیگر نوروز را سال نوی تاجیکان میحسابند. فرهنگ ملت ما به فکر من قدر نزدیک نیست، چون که این با ما چون که سال نوی این در جشن نوروزی موافق میاد نسبت سال نو این با ما نزدیکتر است و این جشن ملی با ما همچون نوروز و ساده و مهرگان به حساب میرود. این سال نوی با ما جشن ملی به حساب نمیرود. نه خیلی نکردیم راستی. چرا نکردیم؟ با یک دسترخوان کداگ نیستیم. آبشو نکردیم ممکن نیست. برای سال نو تئوری نمیبینیم ما راستی. برای چی؟ ما نمیدونم هیچ وقت نمیکنیم. این انانایمون نیست. شاید برای این باشه. دیگه با خرسندی مردم شریکیم. مسلمانی ده وای نوروزی ده مسلمانی ده. حق دولتیش سال نوی. هرچند از سال نو 3 روز گذشت اما تا به حال نزد ارچه اساسی پایتخت سرآدم است. صدها نفر میخواهند در نزد رمز سال نو عکس بگیرند. ارچه اساسی تا میانه های ماه ینور در مرکز شهر دوشنبه می ایستد.